چرا مغز آدم انقدر دمدمی مزاج دکتر؟ مغز آدما خیلی کمتر از چیزی که فکر میکنن منطقیه. بازی کلمات؟ عاشق اینن که برنده بشن. یعنی چی؟ اثر چارچوب بندی از دنیل کانمن. جای اینکه بگم فقط 10 عدد باقی مونده، میتونم بگم رسما گیج شدم. همون محصول، همون کیفیت، همون قیمت، ولی وقتی یه مدل تبلیغش میکنم کسی محل نمیذاره. یه جور دیگه تبلیغ میکنم، ملت هجوم میارن میخرن. چرا مغز آدم انقدر دمدمی مزاج دکتر؟ خب یه اثر داریم به نام اثر چارچوب بندی از دنیل کانمن. ببین مغز آدما خیلی کمتر از چیزی که فکر میکنن منطقیه و اینو میشه با یه بازی کلمات ساده ثابت کرد. بازی کلمات؟ یعنی چی؟ ببین یه آزمایش معروف هست که به 2 گروه از آدما یه سوال دادن. به گروه اول گفتن توی این روش درمان 200 نفر از 600 نفر زنده میمونن. به گروه دوم گفتن توی این روش درمان 400 نفر از 600 نفر میمیرن. خب که چی؟ نکتهش اینجاست که هر دو جمله دقیقاً یه چیزو میگن، ولی گروه اول اکثرا گفتن آره این درمان عالیه، ولی گروه دوم وحشت کردن و گفتن نه این شیوه درمان خیلی بده، چون ذهن ما آدما از دست دادن رو بدتر از به دست آوردن میبینه. یعنی کافیه همون حرفو یکم خوشگل‌تر بگیم تا مردم یه چیز دیگه حس کنن. درسته؟ دقیقاً. حالا بیا کسب و کارتو ببینیم. مثلا اگه بنویسی 30% احتمال داره که این گوشی خراب بشه، مشتریا وحشت میکنن. ولی اگه بنویسی 70% از مشتریا هیچ مشکلی با این گوشی ندارن، خیلیا با لبخند و خوشحالی میخرن ازت. مثلا به جای اینکه بگم فقط 10 عدد باقی مونده، میتونم بگم افراد زیادی این محصولو دارن میخرن. درسته؟ کاملا درسته. مردم دوست ندارن چیزی رو از دست بدن، ولی عاشق اینن که برنده بشن. چه جالب. از این به بعد به جای اینکه بگم محصولات ما دیر خراب میشه، میگم محصولات ما عمر طولانی داره.